سلام برای چطورین رفقا؟ امیدوارم حالتون خوب و خوش و خورم باشه. پارت دومی که قولشو داده بودم بهتون الان میخوام نشونتون بدم. در آخرشم داستانیو که بهتون قول داده بودم براتون تعریف کنم. دوباره مثل ویدیوی قبل تاکید میکنم اگر ایده‌ای چیزی داری که میتونم در موردش ویدیو بسازم و جالب در میاد، زیر این کامنت ها حتما برام بنویس. اگر ایده جالبی بود و ویدیو در موردش ساختم، حتما اسم چنل یوتیوب تو تگ میکنم کنارش که اگر کسی خواست سابسکرایبت کنه و ازت حمایت کنه. اولیش تصویر واقعی جنه که از این محله قدیمی تهران میگذره. به گفته خود ویدیوه دیگه، من نمیدونم، شما برام فرستادین، ولی این جن واقعیه. یعنی همچین چیزی شبیه روح میمونن دیگه، شبیه انرژی که داره رد میشه. پس اگر بخوایم ویدیویی هم فکر کنیم واقعیه، همین یه دونه است. راستی ویدیوهای من یه کاتایی میخوره، یعنی 5 ثانیه صدا داره، 1 ثانیه بی صدا میشه. چرا؟ چون هر 6 ثانیه بزنه بالا یک صدای ویدیو کپی رایت میخورم و این قطعی ترین راه دور زدن کپی رایت یوتیوبه که بیا صدا رو کامل ببندی، یا اینکه هر 5 ثانیه 1 ثانیه بی صدا بندازی وسطش. دیده شدن موجودی عجیب و قدی حدود 10 متر. خب طبیعتا نوایسا اون دوچرخه سوار و ماشین اینا کاملا طبیعی بودن، ولی این طبیعی نیست. دیگه الان اصلا طبیعی نیست، چون نگاه اون خیلی دور دست‌تر وایساده و این پسره که داره ویدیو میگیره دقیقاً کنار دوربینه وایساده، بازم قدش از اون کوچیک‌تره. با اینکه جلو وایساده ولی قدش کوچیک‌تر بود. وجود جن در یک مطب که باعث ترس و فرار دکتر و مراجعه کننده ها میشه. پشمام، یادم نبود، چه جالب. آخ از این بیمارستان ها میان میترسم تسخیر بشن. این یک تیکه ویدیو رو من قبلا گذاشته بودم، این آقای کچل جذابو من قبلا گذاشته بودم ولی جالب بود دوباره گذاشتمش براتون. واضح ترین تصویری که از یک جن گرفته شده. من داخل انباری نشستم، داخل انباری ویدیو میگیرم، به خاطر هم سرد اینو میپوشم که از سرما یخ نزنم، هم پشتم تاریک الان کاملا. من چند تا نور این طرف اون طرف هم هستن که روشنش کردن. الان یه سایه افتاده دقیقا زیر پام، به خاطر همون بود نگاه کردم اون طرف رو. واقعیتش ترسیدم. Hocam olay içeride bir şey var. اینا هم رفتن دنبال گنج. Var ya burada bir şey sıkışmış bak. Taşın içinde bir şey var. ولی من این نگاه کردم کاملا Arkadaşlar ساختگی. gördünüz mü? Taşın içinde bir şey var. Ona ne oluyor hocam? Hocam. دید این زیر سنگ شما یا مثلا این ویدیوها. رسما یه ویدیوهای ساختگی رو میذارن برای ویو بیشتر. این ویدیو هم ببینید تا بعدش داستانم رو تعریف کنم براتون. کلاس 9 بودم.
سرپرست خوابگاهمون معلم کلاس ششم خودم بود، پس سر همین به من و یکی از رفیقام به شدت اعتماد داشت، چون معلم کلاس ششممون بوده دیگه، میشناخت ما رو، از بچه ها ما رو بیشتر میشناخت. کلیدو داد دست ما، خودش رفت یه خونه باغ خریده بود دقیقاً کنار مدرسه که ما میرفتیم، چون من داخل روستا درس خوندم هر 12 سال. بعد رفت داخل خونه باغی که خریده بود، بارون گرفت. به ما هم گفته بود اجازه ندین هیچ کس بره داخل. کلید که دست ما داد، وسط فوتبال و اینا توپمون افتاد داخل مدرسه بغلی که الان شده مدرسه دخترونه، شده راهنمایی دخترونه، از کلاس 1 تا کلاس 9 داخلشه. اون موقع فقط دبستان بود، ابتدایی. افتاد اونجا، ما از دیوار کشیدیم بالا، رفتیم اون طرف آوردیمش. عصر بود، ساعتهای 5:04. ما رفتیم آوردیمش. وقت آوردن کلیده رو گم کردیم. بارون گرفت، گفتیم چی کار کنیم؟ بریم داخل یا نه؟ پشت در وایساده بودیم. البته قبل از اینکه در کلید بشه، قبل از اینکه ما اصلا فوتبال شروع کنیم، یه پسره بود، همیشه مریض بود، همیشه خدا، سرش درد میکرد، سینوزیت داشت. بنده خدا گرفته بود، خوابیده بود. ما که اومدیم پایین، اونم بعد از یه نیم ساعتی اومد پایین. گفتیم چی شده؟ گفت حس کردم یه چیزی محکم زده روی کمرم، چون به شکم میخوابید، دمر میخوابید پسره. گفت یه چیزی زده رو کمرم، شکم درد عجیبی گرفتم. وقتی نگاه کردم دیدم یه چیزی موهای بلندی داره از در خوابگاه رفت بیرون. منم سریع خودم رو رسوندم بیرون که اونجا فقط وای نستم. دقیقا هم اتاقی خودم بود، و همون داستان قبلی برمیگرده، همون کمد و اینا. آقا خلاصه بازی کردیم ما یکم. بارون گرفت، درم کلید بود، نمیتونستیم بریم داخلم. حتی یه چند تا درخت توت و کاج و اینا بودن، ما زیر اونا یه پناهی گرفتیم. یه صدایی از آشپزخونه اومد، حس کردیم یه قابلمه افتاد زمین. نزدیک آشپزخونه شدیم. از پشت مدرسه یه در داشت که میشد ازش داخل و کامل دید. البته نمیشد کامل دیدش، ولی میشد داخل آشپزخونه رو دید. یه قابلمه افتاد زمین، اون به کنار. اون قابلمه رو من خودم با چشام دیدم که افتاد. اونو اصلا به کنار میذاریم. شروع شد به شکستن بشقابا و خوردن زمین قاشق چنگالا، و یعنی بشقابایی که ما به زور نمیتونستیم اونها رو بیاریم پایین، چون هم بلند بود ارتفاعش، همین که جا داشت دیگه. بشقابا رو میذاشتن توی یه چیزایی هست شبیه نرد مانند هستن، برای جای بشقاب و اینا میذاری داخلش آب کش بشن رو ظرفشویی. داخل اونا بودن، نمی اومدن پایین به همین راحتی ها. افتادن، شکستن. یه رعد و برقی هم میزد، یه باران و تگرگ شدیدی هم میزد، کلا خیش شدیم. حالا اون به کنار. برگشت سرپرست، گفتیم واقعیتش کلیده رو گم کردیم. گفت اشکال نداره، من کلید زاپاسه کنارمه، یعنی پیشمه. در رو باز کرد برامون. رفتیم داخل. به 2-3 نفرمون گفت شما بیایید آشپزخونه، بقیه رو فرستاد خوابگاه، نذاشت وارد آشپزخونه بشن. رفتیم، بشقاب و اینا کامل شکسته بود، هرچی چینی یا شیشه‌ای بود شکسته بود. بقیه‌اش هم افتاده بودن کف آشپزخونه. بعد آشپزخونه کجا بود؟ دقیقاً چسبیده بود به شوفاژ خونه. دقیق چسبیده بود به شوفاژ خونه ما. جمع کردیم، همه رو پاک کردیم، شستیم اونجا رو
که هیچ اثری نمونه. بهمونم گفت پیش هیچ کس هیچی نگین. باز سایه افتاد. من نمیگم این سایه دقیقا از کجا میفته. وقتی دوتا نور از اینجا میاد طبیعتا باید بیفته پشت من، نه اون طرف. اون تجربه واقعا دیگه ما فهمیدیم جن وجود داره داخل اون خوابگاه. اگر قبلش فکر میکردم یه شاید باد خورده به در کمد باز شده، یا شاید در کمد مشکل داشته، یا هر چیزی، یا خودمونو حتی گول میزدیم با اینا، دیگه وقتی اون بشقابا رو دیدم شکست، وقتی اون سرپرست خوابگاهمون خودش گفت آره اینجا جن داره، زندگیمون عوض شد. و ما آخرین نسلی بودیم که داخل اون خوابگاه موندیم. بقیه به بهونه‌های مختلف از خوابگاه میرفتن، نمیموندن. و الان که خواهرزاده خودم داخل همون مدرسه کلاس 8م، چیزی به اسم خوابگاه دیگه نمونده براشون. تموم شده جریان خوابگاه. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه، تونسته باشم یکم سرگرمت کنم. اگر به این سبکم علاقه داری یه لایک برام بزن که مایه دلگرمی میشه. اگرم جدید داری میبینی این ویدیو رو یه سابسکرایب برام بزن. شب و روزاتون بخیر، دلاتون پر از شادی، جیباتون هم پر از پول. خدا نگهدار.